دوستان عزیزم سلام. امروز با فال شمع در خدمتتونم. فال شمع سفید پر انرژی ترین فال در بین فالهای مثل قهوه، مثل نمک، مثل چایی. البته که همه فالها انرژی خاص خودشون رو دارن، اما شمع یه جور دیگه انگار انرژیش واسه من خوبه همیشه، به خصوص شمع سفید. شمع سفید میتونه ابعاد پنهان زندگی شما رو بهتون بگه. ممکنه اتفاقاتی که حتی هنوز نیفتاده و ازش باخبر نیستینم میاد باهاتون در میون میذاره. بهتون کمک میکنه که از اطلاعاتی که باید از کائنات بدونید باخبر بشید. بریم سراغ فالمون. چشاتون رو ببندین، نیت کنید، همراه من باشین. به امید خداوند و کائنات این فال واسهتون میتونه خیلی جذاب باشه. در واقع انقدر فال جذاب و خوبی بود که اصلا نتونستم باهاتون به اشتراک نگذارم. همین الان هم دارین طرح‌هایی که افتاده رو میبینید. پس انرژی های زیباتون رو برام بفرستین، با من همسو بشین تا پیام کائنات رو دریافت کنید. با نام خدا شروع میکنیم. عزیز دلم، دارم میبینم که انگار میخوای یه تجربه جدیدی توی زندگیت به دست بیاری که به لطف خدا مثل یه شعله کوچیک میتونه واسه یه نور و روزنه امیدی باشه که بعداً به چیزهای بزرگتری دست پیدا کنی. حتما تجربه های جدید رو تو اولویت زندگیت قرار بده که میتونه واسط خیلی مثبت باشه. تازگی ها انگار کمی دمدمی مزاج شدی، یهو خیلی خوشحال و پرشور و نشاطی، اما یهو فکر میکنی به اصطلاح داون شدی یا حال و حوصله هیچ کاری نداری. اما مطمئن باش که هرچقدر به آخر ماه نزدیک میشیم این سنگینی زمین بیشتر میشه و طبیعیه. سعی کن مراقبه کنی، مدیتیشن کنی و من همیشه بهتون تو ریدینگا میگم که با مدیتیشن و مراقبه میتونید خیلی خیلی درونتون رو آروم کنید. حواستون باشه به خودتون و اگر تو خوشحال باشی میتونی اطرافت هم خوشحال کنی. واسهتون دوستی جدیدی افتاده، دوستی که انگار زود رخ میده ولی پایدار واسهت میمونه. اگر درگیر کشمکش و اغتشاشاتی تو زندگی شخصیتون هستین، احتمالاً نه با خانواده خودتون، با خانواده پارتنرتون، همسرتون، یک کسیه که انگار تو درجه دوم واسهتون قرار داره. بدونید که تا وعده زمانی 3 وعده از همگسیختگی برطرف میشه و روابط دوباره شکل میگیره. به امید خدا پادر هوایی و معلق بودن در هر مسئله‌ای که داری خیلی زود رفع میشه و ازش بیرون میای. اما حواست باشه اگه خودت دودل هستی و این پادر هوایی از طرف خودت داره انجام میشه، اینه که بیشتر سعی کنی به اون سمتی بری که همه تو ازش نهی میکنن. خیلی جالبه. یعنی شاید از نظر خودت مثبت، درسته، ولی همه میگن نه این راهو نرو، این راه پر چالش و دست اندازه، ولی بدون که این همون راهه که تو رو به موفقیت میرسونه. اون راه سخته. عزیز دلم، از لباسهای رنگ روشن بیشتر استفاده کن، به خصوص رنگ سفید. انرژی که بهت میده بی نهایت. سند واسهتون میبینم، سندی که خیلی انگار مشکلاتتون رو حل میکنه، سندی که خوب با خوشحالی انگار داری برگه هایی رو امضا میکنی و سندی که سالها بود به مشکل برخورده بود واسهتون باز میشه و حل میشه. آقایی رو میبینم که دست خانومی رو گرفته و پیرامون ازدواج و محرمیت داره باهاش صحبت میکنه. دستاتون انگار به هم گره خورده و انرژی خیلی زیبایی براتون شکل گرفته و حتی چون بینتون بسته است، یعنی گره خوردین به هم، من میونتون 1 یا 2 تا بچه‌م میبینم. بچه‌ای که داره الان 4 دست و پا راه میره و حتی یه بچه توی شکم. نمیگم الان این شکلیه ها، ولی تو این مسیر این تصویر دیده میشه که خیلی تصویر زیباییه. الهی که همه عاشقان کانالمون به همدیگه برسن و به اون چی که صلاحشونه. یه کسی که توی اسمش سین داره، هر نوع سینی، میاد و باهات یه بحث کوچیکی رو راه میندازه، تو رو آزرده خاطر میکنه، ولی این بحثتون کمتر از 1 هفته هم تموم میشه و از دلت در میاد. جر و بحثی که
بعدش آشتی شیرینی داره. انگار سفر داری، شاید بیشتر سفر کاری باشه، به کشور عربی یا جنوب ایران، جایی که میدونی خیلی نخل داره، انگار که مثلا جای گرمسیریه. فکر میکنم برای کار و تجارت و بیزنس دارین میرین. هر چی که هست خیلی واسهتون مثبته و چیز جالبیه که واسهتون افتاده. برای شما عزیزان دلم، به خصوص اگه خانومی هستین، خیلی این تصویر خیلی جالب نیست، اما من خب همه چیو بهتون میگم. یه دست انگار یه موجود شیطانی بهتون دراز شده یا انگار شما ازش کمک خواستید. شاخکاشو میبینی، یه موجودی که میتونه، ما حالا میگیم موجود شیطانی، ولی در واقع یه فرد منفیه که در کنار شما انگار قرار گرفته. حالا چجوری بگم؟ انگار پیش یه آقایی دعایی رو انجام دادین که متاسفانه اصلا براتون خوب نیافتاده. زیبای من، ببین اگر بخوای که هر کسی رو، حالا چه طریق موکل، چه طریق دعا و فال وارد زندگیت کنی، باید آدمش رو خیلی بهش مطمئن باشی. اگر فال یا دعا بهت نیفته، مطمئنا گره تو کارت چند برابر میشه. پس اگر قصد همچین کاری رو داری یا الان در حین انجام کار هستی، بیشتر روش فکر کن. تو فال من واسط خوب نیفتاده. چرا؟ حالا چرا اینو دارم بهت میگم؟ تو ذات پاکی داری، خب تحت نیروهای معنوی خیلی خاصی هستی. انگار همیشه یه فرشته قشنگ 2 تا بالش هم افتاده برات، باز شده، باز کرده، تو رو در آغوش گرفته. دارم دوباره بهت میگم، انگار تحت نیروهای معنوی خاصی هستی عزیزم. خودتو دست کم نگیر. یه دوره روشنایی خیلی خوب در انتظارته. یه تغییر تحولی که توی زندگیت پیش میاد و این راهو تا آخرش ادامه میدین. اگر خانواده 4 نفره‌ای دارین، انگار با هم دیگه توی ماشین نشستین و دارین یه سفری میرین، یه راهی رو پیش گرفتین. بهتره که بیشتر احتیاط کنید. بیشتر انگار مثلا صبر افتاده روی این سفر. نه که بد باشه، با احتیاط بیشتر جلو بری. تو جایگاهت یه جوریه که لایق عشق هستی، لایق جایگاه بالایی هستی که پرستیده بشی. در واقع انقدر سیاست داری و زرنگ هستی که این جایگاه رو هم به دست میاری. عزیزم، انگار یه تصمیم گیری مالی و خانوادگی دارین که براتون خوب میبینم. انگار از یه شرایطی خسته این و میخواین از اون شرایط بیرون برین که به تصمیم گیری مالی نیاز داره. براتون بازو روشن افتاده. پولی بهتون میرسه که ضریب 4 داره به سمتت میاد. حواست باشه از این موقعیت مالی استفاده کنی، سرمایه گذاریش کنی که حتی تا 30 یا 40 برابرش هم بهت برمیگرده. اولش پول زیادی نیست، اما با سرمایه گذاری که انجام میدی این ضریب میخوره و پول قلمبه‌ای به دستت بعداً دوباره برمیگردونه. انگار گل من یه چیزی خریدی واسه پوچ و فیک در اومده. انگار مثلا با عشق یه کیفی رو خریدی، فکر میکردی اصله، ولی بعداً فهمیدی که فیک بوده، قلابی بوده، بهت انداختن. به خاطر همین سعی کن که تا تقریباً 15 روز آینده روی تصمیمات خریدی که داری با درایت تر عمل کنی. یا حتی اگه میخوای سرمایه گذاری انجام بدی یا حتی اگه معامله کاری داری، حواست باشه که چیزی رو بهت نندازن، قلابی نباشه، سند فیکی، نمیدونم، خیلی حواستو جمع کن. اگه بگذری از این دوره تموم میشه این احتیاطه. وای ببین، کاملا سیمرغ در اومده، سیمرغی که داره سرشو علای بالش در میاره. این خیلی تصویر خاص و جذاب و خاصیه. نمیتونم اصلا چجوری بگم، خودم خیلی کم میبینمش. همین الان آرزو کنید که این سیمرغ میتونه واسهتون آمین بگه. بالهای خوشگلشو نمیدونم میبینید یا نه، اما آرزو کنید و به آرزوهای زیباتون خیلی زود میرسید. عدد کیهانی 11 و 7 واسهتون زیاد تکرار شده تو این فال که میتونه
نماد مثبتی باشه برای تصمیماتی که دارین. اگر توی زندگیت داری به زندگی یکی غبطه میخوری یا حسد داری، اگر بتونی اون قسمت حسدش رو پاک کنی، چون میدونی که حسد بار منفی داره، خیلی میتونی تو زندگی خودت خوشحال‌تر باشی. غبطه فرق میکنه. غبطه اینه که مثلا میگی چقدر زندگیش خوبه، واسهش خوشحالم، دوست داشتم منم اون زندگی رو داشته باشم. اما یه چیزی رو تو نمیدونی پشت پرده، این که اون شخص سختی‌های زیادی کشیده تا به اون مقامی که میخواد برسه، تا به اون چیزی که الان تو داری غبطه‌شو میخوری برسه. شاید اصلا تو اگه تو موقعیت اون بودی هیچ وقت اون همه سختی رو قبول نمی‌کردی و پاش وای نمی‌ایستادی. به خاطر همین میگم وقتی نمیدونی پشت پرده زندگی افراد و آدما چی هستش، بهتر اینه که حسد و غبطه رو وارد زندگی خودت نکنی و ظاهر زندگی اونا رو با باطن زندگی خودت مقایسه نکنی. گل من، ببین یه احسانی بذار کنار، یه نظری، یه احسان و هدیه‌ای بذار کنار. یه کسی که از دنیا رفته، دستش کوتاهه، آقا سن و سال داره، مثلا مثل پدر بزرگی، عمو یا دایی، اگر تازگی ها فوت شده حداقل تو 1-2 سال اخیر، یه احسان و نذر واسش بذار کنار. انگار که چشش به دست توه که واسهش یه چیزی رو بذاری کنار، یه نظری رو که اون بتونه با خیال راحت بره. انگار هنوز تو زندگیتون وجود داره. البته که چشماش خیلی نگران توه. برای دوستان مجرد کانال، برای دوستان عزیز مجردمون یه بختی میبینم که این بخت کاملا سنتیه. یعنی این شکلی نیستش که شما باهاش با طرف پارتنر بشین، در رابطه قرار بگیرید. اون الان مدت هاست که شما رو زیر نظر داره و یه جوریه که تا چند وقت آینده خواهر یا مادرشو میفرسته جلو که بتونه به شما نزدیکتر بشه و انگار که این رابطه حتی به ازدواج هم ختم میشه. البته که واسهتون خوب افتاده، یعنی اصلا ازدواج بدی هم نیست. اگر شما همچین آدمی هستین، همچین شرایطی رو دوست دارین که مثلا سنتی ازدواج کنید، این یه موقعیت واسهتون. میتونید قبولم نکنید، هیچ اجباری نیست، اما واسهتون مثبت افتاده. یه میدونید چه زندگی خواهید داشت، این زندگی‌های خیلی آروم که همه چی توش آروم میگذره و خیلی چالش خاصی نداره. به خصوص که خانواده ها هم راضی هستن. این آدم انگار بیشتر از شهرهای کوهپایه‌ایه. حواستون مثلا یکم جمع کنی، دور اطرافت شاید بشناسیش. انگار خودش یا عقبه خانوادگیش برمیگرده به سمت اصفهان، سمت کرمانشاه، اون سمت مثلا شیراز. مثلا چجوری بگم، آدم شمالی نیست، یه همچین سبکی، از یه شهر خشک و کوهپایه‌ای میاد. روش میتونی فکر کنی. به نظر من موقعیت بدی نیست. اگر الان با کسی در ارتباط هستی و یا یهو کات کردی چون به دنبال موقعیت‌های جدیدتی، بهتر اینه که بهت بگم که یکم از تنوع طلبی و فرصت طلبیات کم کن. یا حالا اگر تصمیم تو گرفتی که با این شخص دیگه در ارتباط نباشی، بهتره که همه چیز رو واسش توضیح بدی. یعنی انگار توی برزخ رهاش نکنی و بری به امان خدا. چون اگه این اتفاق واسه خودت هم بیفته، خیلی حس بدی خواهی داشت. به خاطر همین بهتره که واسه آدما توضیح بدی، ازشون به خاطر وقت و انرژی و زمان و چیزای مالی که گذاشتن وسط به خاطرت تشکر کنی و بعد ازشون جدا بشی. مطمئن باش که این اتفاق برای خودت هم بیفته، انگار مثلا یه چیزی رو گم کردی. به خاطر همین توصیه میکنم که حتما تکلیف رابطه رو قبل اینکه بخواین از هم بپاشونیدش تعیین کنید.
به خط قرمزهایی که تو زندگی داری پایبند باش. حتما همین خط قرمزاست که میتونه تمایز تو با بقیه افراد باشه و همچنین خودت هم پایبند باش به خط قرمزات و همیشه ازشون یک قدم عقب‌تر وایسا. یه امتحان خوبیه برای افراد که ببینی چند مرده حلاجن، آیا به نیازهای تو، به خواسته های تو اهمیت میدن یا نه. خیلی دور اطرافت لب و دهن هست، یعنی که نقل مجلس خیلیایی، حالا یا به خاطر موفقیتته که انشاءالله همینطور باشه یا به خاطر طرز رفتار خاصته، ولی بهتر اینه که اصلا هیچ اهمیتی بهشون ندی. همونطور که میدونی اونا دارن پشت سرت حرف میزنن، اگر جمعشون فاصله بگیری خوبه، چون انگار روی تو یه جور دیگن و پشت حرف میزنن، بدونی که کسایی که پشت حرف میزنن جاشون همونجاست، پشت سرت. الهی که در مسیر نور و آگاهی قرار داشته باشین و همسو و هم فرکانس با انرژی زندگیتون پیش برین.